امیده احدووا یک دختر 18 ساله از دوشنبه که روز 23 مارت بیدرک شده بود بعد 6 روز از شهر نورک پیدا گردیده است. خورشیده خواهر کلانی امیده به زپلیوس گفت امیده حالا در خانه قرار دارد. به گفته خورشیده بعد نشر خبر بیدرک شدن امیده به آنها یک نفر تماس گرفته درباره در کجا قرار داشتن خواهرشان معلومات داده است. بعد نشر خبر زنگ زده جایش را به ما گفتند یک دختر دید است و تا آمدن ما نگاه داشته است. در خانه‌اش خدا را شکر سوق و سلامت است. میگوید خواهرش امیده را نزدیکانش شبانه به خانه آوردند و خواهرش میگوید هنوز از او نپرسیدند که با کدام راه به شهر نورک رفته است و طول این چند روز در کجا به سر برده است. حالا نپرسیدیم چون که شبانه آوردیم خانه. به همه نفرانی که در کوفت و کوب کمک نمودند و بی‌طرف نبودند اظهار سپاس میکنیم. میگوید او این دخترک روز 23 مارت بیدرک شده بود و نزدیکانشان برای پیدا نمودن امیده از مردم کمک خواسته بودند. خورشیده خواهر کلانی امیده قبلا گفته بود که خواهرش بیماری روحی دارد. به گفته خورشیده خواهرش روز 23 مارس ساعت 10 برای پرتافتن پرتو بیرون برآمده دیگر به خانه برنگشت. اعضای خانواده بعد دیر کردن امیده در تفتیش افتاده برای جستجویش به بیرون میروند ولی او را پیدا نمیکنند. خواهر امیده گفته بود که به دلیل بیماری روحی داشتنش این بار اول نیست که او بیدرک می شود. او گفت امیده یک دفعه دیگر نیز امروی برادرزاده خردسالشان گم شده بود که بعدا میلیسیا آنها را از شهر وحدت پیدا کرد. اهل خانواده امیده احدووا به همه برای کمک در جستجوی او اظهار مینه‌داری میکند.